درود مخلصان عزیز و ارجمند، مقیم جان عبدالفتاح هستم و خودی حاضر از خوجند تا با گویم پیریولی شهرستان آمدم. این طرفش عینی و باید بگویم که عزیزان دل ما راه به سوی پنجکنتی بوستان داریم. رسا یک ماه پیش آمادگی گرفته ایستادیم بخشیده به جشن استقلالیت وطنی عزیزمان تاجیکستان در شهر پنجکент. یک دستگل حجم و خنده برنامه نوینی ما به مخلصانمان تقدیم کرده می شود و همین سفری ما را پیگیر باشید و به شهر پنجکent ما رفته برنامه کنسرتی را آنجا کارهای تشکیلیش را به سامان می رسانیم. و یک نکته را من باید بگویم عزیزانم، از خوجند تا همینجا با ماشین آمدم و برادران دوستی عزیزم به راننده ها گفتنی هستم که در حقیقت تیز میرانید، خیلی سرعت به گوشه نشوید، است رانیتان آرامانه رانیتان، اگر ماشین بهترین می شود. علال خصوصا این ماشین های باربردار، من این ماشین های سبک‌رو خیلی و خیلی تیز های میگویتان. اله راهتان سفید باشد، اصلی ماشینتان شمال گذارد. باقی این سفری ما را پیگیر باشید عزیزان. این یک سفر داریم بحری تشکیلی یک برنامه با شهری پنجکنتی بوستان. در پناه الله باشید، سلامت باشید.